دنیای نیمه تمام ها قسمت اول شهر رها شده باد کوچه های باریک شهر را میپیمود. شهری که همه چیز در آن نیمه کاره بود. ساختمان هایی که تا نیمه بالا رفته بودند و بعد رها شده بودند. کتابخانه هایی پر از کتاب های ناتمام که آخرین صفحاتشان سفید بود و نقاشی هایی که خطوطشان ناگهان در میانه بوم متوقف شده بود. سارا دختری با چشمانی درخشان اما خسته در این شهر زندگی میکرد. او بارها تلاش کرده بود تا چیزی را کامل کند. یک شعر، یک نقاشی، حتی یک رابطه. اما هر بار درست در میانه راه انگار نیروی نامری دستانش را متوقف میکرد. در خانه کوچک در انتهای کوچه‌ای خاموش زندگی میکرد. خانهش پر بود از گلدانهای خشکیده و حتی پیانویی قدیمی که خاک میخورد. یک روز وقتی باران ریز و آرام بر شیشه میکوبید، سارا کنار پنجره نشست و به بیرون خیره شد. زمزمه کرد: چرا هیچ چیز در زندگی من تمام نمی شود؟ چرا هر کاری را نصفه رها می کنم؟ پاسخی نیامد. تنها صدای باران بود و بوی نم دیوارهای قدیمی. سارا سرش را روی میز گذاشت. قلبش سنگین بود، پر از پرسش هایی که سالها بی جواب مانده بود. در آن لحظه چیزی عجیب رخ داد. شعاعی از نور، هرچند کمرنگ، در میان اتاقش افتاد، مثل خطی باریک، آرام و لرزان. سارا سرش را بلند کرد. نور از هیچ جا نیامده بود. انگار از دل خودش میتابید. و درست همانجا صدای آرام، نه شبیه صدای انسان، بلکه شبیه پژواکی از آینده به گوشش رسید. تو در شهر نیمه تمام ها تنها نیستی. سارا، تو خود شهر هستی. سارا از جا پرید. قلبش تند میزد. با خود گفت: یعنی چی؟ من شهرم؟ اما صدای نور خاموش نشد. تنها زمزمه ای بود که هنوز ادامه داشت و این آغاز سفری بود که قرار بود همه چیز را تغییر دهد.